به معنای 40 ستون، یکی از زیباترین کاخها و باغ‌های تاریخی در ایسکرکه است که در قرن 17 میلادی و در دوران زکسقله گنجپلن ساخته شد. این مجموعه به دستور دقیق هیئت برای برگزاری مراسم رسمی، پذیرایی‌های درباری و سرگرمی‌های سلطنتی بنا گردید. عمارت منعکس می‌شوند. این انعکاس باعث می‌شود که تعداد ستون‌ها به 40 برسد و نام 40 ستون از همین ویژگی الهام گرفته شده است. در داخل کاخ نقاشی‌ها و فرسکوهای باشکوهی دیده می‌شود که صحنه‌هایی از جنگ‌ها، جشن‌ها و مهمانی‌های درباری را به تصویر می‌کشند. این آثار هنری نمایانگر فرهنگ، هنر و زندگی در دوران صفوی هستند. باغ اطراف کاخ نیز نمونه‌ای از باغ‌های سنتی ایرانی است که هماهنگی زیبایی میان طبیعت و معماری را نشان می‌دهد. این مجموعه در سال 2011 به عنوان یکی از آثار اشفت اجل زبیل به ثبت رسید و اهمیت جهانی آن به رسمیت شناخته شد. امروزه 40 ستون یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری است که بازدید کنندگان می‌توانند در فضای آرام آن قدم بزنند، از انعکاس ستون‌ها در آب لذت ببرند و شکوه تاریخ و هنر ایرانی را تجربه کنند. شده است. نتایج ارائه شده تنها به منطقه‌های مسکونی به نام گلک قضیه در شهر بنگلور و همچنین به روند شکلگیری نام شهر یکدبنج اشاره داشتند و هیچ گونه اطلاعاتی درباره تغییر نام از رستم به چهلستون ارائه نکردند. محله گلک قدید یک منطقه مسکونی لوکس، آرام و سطح بالا در شرق شهر قدیکاد است که در نزدیکی منطقه دلشجه و در امتداد جاده قدیمی فرودگاه لش سرک از شب 560,017 قرار دارد. این محله به خاطر فضای آرام، محیط شیک و سطح زندگی بالا شناخته می شود و در نزدیکی مراکز مهمی مانند زکهشل اسرکر واقع شده است. در گدرک قضیه ترکیبی از واحدهای مسکونی مدرن و لوکس از جمله ویلامنت‌ها مانند قیقل ایتن، آپارتمان‌ها و خانه‌های بزرگ و مجلل دیده می شود که آن را به یکی از مناطق محبوب برای زندگی افراد معرفه تبدیل کرده است. چهلستون به دری چهلستون به معنی 40 ستون که با نام‌های دیگری مانند 40 ستون، 40 سیتون یا چهلستون نیز شناخته می شود، یکی از کاخ‌ها و باغ‌های تاریخی شهر کابل در کشور افغانستان است. این مجموعه در یک پارک بزرگ به مساحت حدود 30 هکتار قرار دارد که به طور کامل دیوار کشی شده و در محله تاریخی چهلستون واقع شده است. این مکان در حدود 3-6 کیلومتری شرق منطقه دارالمن موقعیت دارد. بجیدر الردم سزلقه، باغ چهلستون، یکی از زیباترین و تاریخی‌ترین باغ‌ها و کاخ‌های شهر یخعب است. نام چهلستون به معنی 40 ستون می باشد و به معماری خاص این کاخ اشاره دارد که با انعکاس ستونها در آب تعدادشان بیشتر به نظر می رسد. تاریخچه: این باغ در دوره‌های مختلف به ویژه در زمان پادشاهی‌های افغانستان مورد استفاده قرار گرفته است. در دوران جگه یکزچه در از این مکان بازسازی و به عنوان اقامتگاه سلطنتی استفاده شد. سالها بعد در اثر جنگ‌ها آسیب دید. اما در سالهای اخیر دوباره بازسازی شده و به یک مکان فرهنگی و گردشگری تبدیل شده است.